برادرای عزیز، این اشاره قیامت مرگ او زمین کسر همه را محققات تحقیق کردن، همش جمع کنیم میگه چینیان برین نمیشود دیگه می دیوانه که دنیا را همه لرزه دارن، همه دنیا در پیش بزارو زدگیان. خداوند نشانشون دادی امر قدرت های دنیا را، اینایی که مسلمان ها را کشته ایستادن، این مسلمان ها را در تمام دنیا کشته ایستادن، گمان میکنن که یا صاحب ندارن، یا الله صاحب ما و شما است، یا خیال کردن خدا این بلا را بسر شما تا که چشماشون کشاده شود. اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، بی‌اشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پروستاتیت، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید، کمی از بیماری خود معلومات دهید، داروی های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفافرما توصیه میدهد. من شرمنده شدم در سخاوتمندی تو. من گفت سخاوتمندی تو، من شرمنده شدم. گفت ای عبدالله، گفت من به خاطر خدا آزادم کردی؟ گفت بله. گوی باغ برای من دادی؟ گفت بله. گفت جزای خیر دوتا از جاش خست عبدالله همی باغ گو درای خدا من دادم. گفت عبدالله ابن جعفر ایتار میگه من در جوان مردی برابر یک غلام سیاه حبشی نیستم. یک شیخ در کویت در حولین میخواه به اعلانیه کویت یک اعلان میکنه که برای من یک خانه بیم، به همیتر یک خانه این برادر من حاجی و دوران مورد تا خانه خوبش میآون و میای شیخ تماشا میکنم، همه همی حول خانه را میگردن و میگه در آخرین همی خانه یک زنه قطعی 3 کودک گریه دارن. این صاحب کار یک از صاحب کارهای کویت ایادم. بعد در از حولین میبرویه و از حولین میبرویه سینی همون صاحب اعلانیه میگه که چی شد؟ میگه نمیگیری شک، میگه تو خانه را نمیگیری؟ میگه خانه را میگیرم به لحاظ خدا. یک کس میگم میپرسم یک چی؟ میگه چی میپرسی منو؟ میگه امو زنک میپرسم 3 کودکش قطعی برای چی گریه میکنه؟ و میگه که یه آدم که یه آدم اعلانیه که این میگه یک زنی شیخ بود، زنی دین بود، شوهرش که مردک بچه‌هاش طلب دارن که همین خونه را ما میفروشیم، همین را ما چی؟ همین پول تقسیم میکنیم، میراث تقسیم میکنیم، بچه‌های تنم بگیرن، تنم بگی ما را حق اونا بگیریم میکنه. به شیخ اگه خدا هم به مالم امتحانت میکنم، به جانم امتحانت میکنم، به هستیت به علمت امتحانت میکنم که همه علم برای چی خوندی، برای چی تعلیم گرفتی، همه این امتحان. به شیخ گفت که میگیرمش. گفت این خانه را من میگیرم. گفت میگیریش؟ بله. گفت بس فردا آمد پول آورد داد پولا، همه این 3 کودک های یتیمی هم میراث گرفتن. این زنک هم یک میراث گرفته، به همین خانه را گفت دکیمیتاش مرا بتید داد، رفت به نام همین زن، همین بیوه زن گذران داشت. و فردا که پیش همین زنک آمد، این زنک جاش خیش گریان گفت خانه را از من میگیری؟ نه. گفت خواهر من این را برای خدا برای تو عطا کردم. این زنک میگه دستاش برداشت برای شیخ گریه کرد. گفت خدایا، گفت یک از صاحب کاران بهترین کویت بگردانش. میگه از جاش کسی آدم برآمد. گویی الله برای تو یک کار انجام دادم، این پول مال تو مرا داده. اگر این پول مال الله نتمام شما کی میتمون؟ این جانی که داره ما را الله داده گیای، همین جان ما را به ستونه یگان کس ما را برقرار کرده نمیتونه. این شیخ میگه از خرسندی گریان شد و حجت ها را در زنی گفتی، زنک بیوزن گذاشت و برآمد رفت. این زن میگه دستاش به یتیم کاش برداشت و به سوی خدا گویی الله ای آدم من داد تعزیز میلیون ها میلیارد هاش بته. این شیخ میگه وقتی بعدی مردنش مانندی شیخ در کویت میگه این خیلی پای دیگه نبود، دیگه میراث براش ندانستن از کجا دیگه میراث بگیرن. این خیلی انسان ها بودن
معروفه معروف خدا خلق کرد تا قیامت معروفه. منکر برادران عزیز. ببینین حیات همینه برادران عزیز. این حیات داریم، این ممات داریم، این پول داریم، این منصب داریم، این جان داریم، از ما نیسته والله. این یک امانتی از خدا داده است، میگیرش. بعد انسان در همه حالت الله عزوجل پیش او بیاره. یا من خاف مقام ربه و نهی نفس عن الهوا فإن الجنة هی المأوا. هر کدام ما پیش الله در ایستادن فکر کنیم. در پیش مخلوقش میترسیم. یک مخلوق عکس نمیترسیم. در پیش الله چه خیلی میستیم ها؟ چه خیلی به کدام دیده و رو؟ برای برادران عزیزی که شما در این محفلین، در این خانه برادران دوران نشستگیم، خداوند میپرسیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای مردم انصار دعای خیر کردند، بود در حق خودشان، در حق ذریه هاشون دعا کردند. ما هم دعا میکنیم که اللهم ثبتنا علی الایمان و عمل صالح و احینا حیاتا طیبه و الحقنا بالصالحین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. فاغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين ولجميع المسلمين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الان خوشین برادر مشمسلارم پروردگار هاجرم پروردگار قبرشون پر نور و جاشون جنت بگردونه. پروردگار باشندگانی خاندان که برادر من دوران خانه‌ش پروردگار نصیبشون بگردن و ذریه هاش نصیب و روزیشون بگردن. فرزندامون الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة الاعین وجعلنا للمتقین اماما. را پروردگار برای ذریه ها و ذریه های ما و شما نصیب و روزی بگردونه. پروردگار این خاندان پروردگار برکت را در این خاندان نازل بفرما. هر مراد و مقصود خیری که داره این برادرای عزیز ما خدا هم برادر خیرشون بگردونه برحمتک یا ارحم الراحمین. کمی گامی مرگ بگردونین، کمی مرگ بگردونین، هیچ که این مرگ گردوندن نمیتونم. ولی همشون همون همون کلوندن و مگازان و دیگه همشون شیشتن دیگه جوشون نشیدن. همینی برای برادرای عزیز این اشاره های قیامت مرگ و زمین مکسر همه را محققات تحقیق کردن. همش جمع کنی میگه چینیان برین نمیشود دیگه. می دیوانه که دنیا را همه لرزه دارن، همه دنیا در پیش بزانو زدگیان. خداوند نشانشون دادی امر قدرت های دنیا را. اینایی که مسلمان ها را کشته ایستادن، این مسلمان ها را در تمام دنیا کشته ایستادن. گمان میکنن که یا صاحب ندارن. یا الله صاحب ما و شما است. یا خیلی کردن خدا همین بلا را بسن شما تا که چشمشون کشاده شود. ولا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. خدا میگه گمان نکنه این ظالما از کردار رفتارشون غافلن. همه ما و شما را دیده گیه الله ما را مهلت میمانه، مهلت گذاشته ایستاده تا که بگردیم از سویانه. میگیم خدا شاهده همین کسالم هر چی میگیم هیچ کار دنیا به حکمت الخیر فیما وقع میگه خدا. خیر در آنچه که واقع میشود. این کسالم خیره برای مومی، خیره برای مومی، خیره برای فاسق و فاجر خیر نیست. برای همین برادر عزیز هر چی که هست از ما نیست، از الله هست. همین خانه را دادت بگی الله تو مرا دادی. فرزند دادت الله میتید. یک آدم در ناخون یک فرزند زاره هیچ که نمیتیش فرزند. و یجعل ما یشاء عقیما. خدا میگه بعضی شما را من عقیم میگردانم، به فرزند تو میگردانم. همین دنیا میدهیم هیچ که نیست شما را فرزند بتیه و الله فرزندت میتیه و الله ملکت میتیه. برای همین از آن الله بدون. حضرت موسی گفت خدایا بندگان تو چه شکری تو گو همه داراییشون از آن من که دانستن همیشه چی شکلی مرا بچه آوردن. و من یسلم وجه لله و او محسن و موحد فقط استمسک بالعروة الوثقی. هر کسی تسلیم شد داراییش هستیش همش از آن خدا دانست هو محسن هو موحد هو
هو مؤمن، خدا میگه او موحده، او مؤمنه، فقط استمسک بالعروة الوثقی و تحقیق چنگ زده به دست قپک مستحکم که او کندنی نداره. دست قپک او دست قپک چی؟ الهیه. او رئیس که کندش نمیتونه. فرعون ها آمدن، شداد ها آمدن، لینین ها آمدن، زلین ها آمدن، هیچ کار کردن نتونستن، نمیتونن کردن. و این استطاعوا میگه خدا ولا یزال یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. خدا میگه همیشه مبارزه میبرن دشمنان اسلام، و هر لباسی نباشن مبارزه میبرن. برای چی مبارزه میبرن؟ تا که مردم از دین بدین کنن. که خدا میگه این استطاعوا، اگر قدرت بیابن، قدرت نمیابن، قدرت نمیابن. و پیغمبر که در شب همون جنگ بدر تا سحر گریه کرد که خدایا اگر همین اصبره، همین گروهی که برآمد، اگر همینا یعنی شکست بخورن، در روی زمین کسی نیست که تو را به یگانگی عبادت کنه. پیغمبر تا روز گریه کردن و شب برای ما و شما گریه کردن که نسل های ما و شما به ذریه های ما و شما وقتی به سجده میافتند، پیغمبر گو همین اصبره از ما بین برداری الله، شکستونته. دای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود که امروز ما و شما چی در سر یک سفره جمع شدگیم. فاصبحتم بنعمت اخوانا، به نعمت اسلام ما را و شما را برادر گردان. خدا نگاه کنه همه ما و شما یک چی، یک هدف داریم. هدف و چه؟ رضای الله هست. رضای الله هست، همه بالا مثل. کسی رضای الله را انتخاب کرد او پیروز شد. کسی رضای مخلوق انتخاب کرد او را خدا خارج میکنه. اما طرف قصتی چی؟ نبی نام محمد صلی الله علیه و سلم، پیغمبر که قصه نگاه کنیم موقعش الله بود، رضای الله را انتخاب کرد، تمام مردم دشمن شدند. حاجی قاری هم من گفتم که برادر من ابو بکر که ابو سفیان ابن حارث پسر عمک شون 20 سال دشمنیش کرده میگه، در مقابل پیغمبر استادگری کم میگه. من میگه وقتی که پیغمبر در صلح حدیبیه آمد، من سینی زنم گفتم که اگر محمد بیا من کجا میرم؟ کجا میرم محمد بیاید؟ مگرم بگریزم مکه برم. بعد زنم میگه ویلک یا ابو سفیان، وای بر تو، همه بیگانه ها عرب عجم در اطراف پیغمبر جمع شدن، تا نمیره دوری پیغمبر بستی، پیش پیغمبر بره، او پیغمبر مهربانه. و میگه دستی بچم همی جعفر را گرفتم و ابو سفیان ابن حارث میگه راه سپار مدینه شدم. که پیغمبر میگه دیدم پیغمبر اهمیتم نداد، روش گردم. به حضرت علی را میگه گفتم یا علی برای پیغمبر بگو من در آغوش بگیره، نباشه من در همین صحرای مدینه دستی همین جعفر بچم میگیرم تا مردن، من نه طعام میخورم نه شراب میخورم، تا مردن من میگه حضرت علی که پیش در اومد میگه با پیغمبر از